سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که خوب باشید در کنار خانواده محترم، در کنار فرزند گلتون و یا فرزندان گلتون و لحظات خوب بدور از چالشی رو طی بکنید. ویدیو امروز قراره یک ویدیو دنباله دار باشه. چرا؟ به خاطر اینکه این ویدیو رو من تصمیم گرفتم بر اساس کودک کامل مغز بگیرم. یک متدی هست به نام کودک کامل مغز که به شما یک راهکار 12 گانه رو آموزش میده در تربیت فرزندان گلتون و یا فرزند گلتون که بتونید کمترین چالش ها رو و کمترین دغدغه رو در تربیت فرزند گلتون داشته باشید. و خب قاعدتا همه والدها این دلنگرانی دارن که فرزندشون چگونه تربیت بشه و باعث رفتارش باعث مباهات و افتخارشون جلوی دیگران باشه. من سعیم رو میکنم که توی این ویدیوها به شما این کمک رو بکنم. متاسفانه من خب به حال من توی سوشال مدیا میگردم، گاهی اوقات زمانی که تایم دارم و وقت دارم نگاه میکنم و میبینم که یه سری ویدیوهای زرد هستن که اصلا هیچ ساینسی، هیچ علمی و هیچ مقاله‌ای پشتش نیست و تاییدیه‌ای نداره اصلا و هیچ رفرنسی نداره، هیچ رفرنسی گفته نمیشه و عجیبه برای من که حتی والدین اون رفرنس رو نمیخوان، یعنی عمل میکنن به اون گفته هر کسی که هست این توضیح رو داره میده و هیچ رفرنسی رو نمیشنون و این براشون عجیب نیست که چجوریه که یک رفرنسی رو نمیشنون. چیزی که من خدمت شما دارم ارائه میدم و توضیح میدم بر اساس کتابی هست که آقای دنیل جی سیگل، یکی از برترین روانپزشکان کودک در دنیا، نوشته شده. ایشون این کتاب رو نوشتن و یک متد 12 گانه رو ایشون تونستن بهش برسن و ما هم بر اساس همون به شما آموزش میدیم و پیش میریم انشاءالله در کنار هم دیگه. حالا در ابتدای راه یه سوال خیلی مهم وجود داره. این که اصلا از خودمون بپرسیم که هدف نهایی ما و هدف اصلی ما از پرورش دادن یک انسان چیه؟ واقعا هدفمون چی هست از پرورش دادن یک انسان؟ آیا فقط میخوایم یک کودک داشته باشیم؟ فقط میخوایم بگیم منم بچه دارم، منم این دخترمه، این پسرمه، یا نه واقعا میخوایم یک انسانی رو رشد بدیم که سلامت روان داشته باشه، انسانی که شاد باشه، انسانی که عزت نفس داشته باشه، انسانی که همدلی داشته باشه، انسانی که همیاری با دیگران داشته باشه، انسانی که دلسوزی رو بفهمه، انسانی که خودکارآمد باشه، خودکارآمدی داشته باشه، انسانی باشه که بشه بهش اطمینان داشت، خیالت راحت باشه که این بچه اگر در این محیط قرار میگیره یا در بزرگسالی میتونه از عهده خودش بر بیاد و کسی که بتونه توانایی‌های خودش رو نشون بده. اگر هدف شما از پرورش یک انسان چنین چیزیه که خب قاعدتاً و با اطمینان میتونم بهتون بگم این راهکارها و این ویدیوها مال شماست. اگر غیر از اینه که خب دیگه تصمیم با والد گرامی هست. ولی خب من هیچ وقت ندیدم والدی رو که نخواد فرزندش به بهترین حالت پرورش پیدا بکنه. پس قاعدتا این ویدیو برای همه والدین هست. ما خیلی برامون مهمه که بچه هامون بتونن عزت نفسشون رو هم در کنار تمامی خصوصیت خوبی که دارن حفظ بکنن، بتونن با دیگران همدلی بکنن، بتونن با ما حتی همدلی بکنن. این راهکارهای 12 گانه‌ای که به زبانهای ساده‌ای گفته شده، به زبانهایی که برای همه والدین قابل درک و فهم باشه،
خیلی به شما کمک خواهد کرد که چالش‌های روزمره کمتری با فرزندانتون داشته باشید. و از همه مهمتر این هست که همون چالش‌ها رو برای شما تبدیل به فرصت میکنه. یعنی لازم نیست که شما وقت خاصی رو اختصاص بدید برای آموزش فرزندتون و بخواید از حالا توی جهان امروز که ما تایم محدودی داریم، ممکنه 2 شیفت والدین سر کار باشن و یا زمان محدودی رو دارن، لازم نیست خیلی تایم خاصی رو بذارید. همون چالش هایی رو که با بچه ها به وجود میاد، همونها فرصت هایی هستن که به شما کمک میکنن به فرزندتون کمک بکنید رشد پیدا کنه و توانایی بالقوه‌ای رو که در درون خودش داره بتونه نشون بده. قلب روی کرده کودک کامل مغز یک پارچگی هست، یک پارچگی در مغز، در اینکه ببینید اینکه میگیم یک پارچگی در مغز، منظورمون ساختار مغز نیست. یعنی شما اگه CT اسکن میگیرید ساختار مغزی منظورمون نیست. همه کودکان ساختار مغزشون سالمه. بهتون در همین ابتدا عرض کنم که این ویدیو هم برای اونهایی که کودکانشون دچار اختلالات بالینی هستن، هم برای اونهایی که کودکانی دارن که دچار اختلالات بالینی نیستن و برای هر دو گروه قابل استفاده است. ولی خب قاعدتا اونهایی که اختلالات بالینی کمتری دارن فرصت استفاده بیشتری رو خواهند داشت. ببینید منظور ما اون نورولوژیک مغزه و مربوط اون قسمت های اینجوری نیست که یک والد بگه بچه من مگه کودک استثنائیه. نه، اصلا ربطی نداره به این موضوع. این فقط یک تربیت، درمان نیست. این نوعی از تربیتی، یکی از نوین ترین روش های تربیتی هست که شما آموزش میبینید انشاءالله و ازش استفاده بهینه میکنید تا یک زندگی شاد در کنار فرزندانتون یا فرزند گلتون رو داشته باشید. از همه مهمتر این تأثیر میان فردی و یا تأثیر میان نسلی رو که این نوع درمان و این نوع تربیت میگذاره روی فرزندانتون رو اگر شاهدش باشید واقعا شگفت زده خواهید شد. به خاطر اینکه ببینید یعنی این آموزش شما به فرزند خودتون میدید، ولی در واقع تمام کسایی که با فرزند شما در تماس هستن از این آموزش بهره خواهند برد. جدای از اینکه نسل‌های آینده شما، انشاءالله نوه‌های شما، انشاءالله زندگی آینده فرزند شما یک زندگی روتین و تضمین شده خواهد بود، کسای دیگه هم که با فرزند شما در تماس هستن قاعدتاً از این آموزش لذت خواهند برد و فرزند شما اون کسی خواهد شد که بهش خواهید بالید. فرزندی خواهد شد که همه دوست دارن با اون بچهشون دوست باشه و بگن که با اون بگرد، با اون بچه دوست باش، با اون بچه سعی کن که ارتباط برقرار بکنیم. همونجور که خدمتتون عرض کردم در واقع قلب روی کرده تکنیک کودک کامل مغز یک پارچه سازیه، یعنی به تعادل رسوندن مغز، به تعادل رسوندن مغز در لحظات بحرانی، در لحظاتی که کودک باید رفتار کنه، انتخاب کنه و عمل بکنه و بتونه در 6 حوزه خوب عمل بکنه، در حوزه های 6 گانه مغزش رو بتونه خوب با هم یک پارچه بکنه و عمل بکنه و بتونه اونها رو ازشون استفاده بکنه. یکی هماهنگ کردن نیمکره راست و چپ مغز کودک هست. یکی ارتباط برقرار کردن بین نیمکره بالایی و نیمکره پایین مغز کودک هست. یکی دیگه یک پارچه کردن حافظه کودک هست. عذرخواهی میکنم. یک پارچه کردن حافظه کودک هست، یعنی کودک بتونه در رابطه با اتفاقاتی که در گذشته افتاده
با آرامش فکر بکنه، تأمل بکنه و از اونها دوباره در اتفاقاتی مشابه و یا حتی همون اتفاق اگر تکرار بشه بتونه استفاده بکنه. و اینکه یک پارچه سازی خود کودک، اون خودی که از خودش میشناسه، اون باوری که از خودش داره، آگاهی که از خودش داره. قسمت دیگه‌ای این هست که کودک من یاد بگیره تأمل کنه، مکث کنه، در حال باشه و از این موضوع استفاده بکنه تا بتونه حل مسئله بهتری داشته باشه. و در انتها اینکه این راهکارها کمک بکنه به فرزند گل شما یا فرزندان گل شما که زندگی شادتر و آرامتری رو در آینده و در اکنون تجربه بکنن. اگر هم شما والدی هستید که واقعا همه اینها براتون مهمه، تکرار میکنم این ویدیوهایی که قرار متوالی باشن و توشون این 12 گانه آموزش داده بشه برای شماست. و خب باز هم تکرار میکنم، من والدی رو ندیدم که دوست نداشته باشه فرزندش سرگل باشه یا فرزندش آموزش های خوبی دیده باشه. امیدوارم که این ویدیوها براتون مفید باشه. امیدوارم که بتونید در کنار فرزندتون چالش کمتری رو تجربه بکنید. امیدوارم که از پدر و مادر بودن لذت ببرید. اینجوری نباشه که وقتی یک مادری میاد یا یک پدری یا هر دو با هم میان مطب، من بهشون میگم که خب فرزندتون سنش مناسبه، چرا یکی دیگه نمیارید؟ میگن نه دیگه اصلا حرفشو نزنین، برای حرف پشتمون کافیه. نه، این چنین نیست. رشد دادن یک انسان لذت بخش ترین کاریه که یک آدم دیگه توی زندگیش میتونه انجام بده. امیدوارم که این لذت رو با تمام وجودتون تجربه کنید، با تمام حستون تجربهش بکنید، ازش لذت ببرید و در آینده ثمرش رو ببینید و دیدن یک ثمره زیبا، یک درخت شکوفش داده، یک درخت میوه داده، یک گل زیبا چقدر لذت بخشه. حالا تصور بکنید دیدن یک انسانی که شما رشدش دادید و داره به دنیا، به دیگران، به خودش و به شما سودهای روانی فوق‌العاده‌ای رو میرسونه، چقدر برای شما لذت بخش خواهد بود. این لذت رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم که همراه باشید با ما و امیدوارم که بسیار بسیار خوشحال، شاد و پر انرژی باشید همیشه. ممنونم از وقت گرانبهایی که در اختیار من قرار دادید برای این ویدیو و تمام تلاشم رو میکنم که بتونم از طریق این ویدیوها اون چیزی رو که لازم انتقال داده بشه به والدین به شما انتقال بدم. موفق و مؤید باشید و روزتون بخیر.